جاری که ندارم، بلای جون دارم. دیروز از صبح رفتیم خونه مادر شوهرم. اوف، چی بگم که چه کارا کرد. گفت مادر جون شما خسته میشید، بذارید من نهار درست کنم. دیگه خانما دست به کار شد. برای اینکه یخ گوشش زود باز بشه گذاشت توی کاسه، روشم نمک و سرکه ریخت. تو عرض 5 دقیقه یخ گوش باز شد. ماهی رو با این قاشقا که اسمش چیک ژاپنی‌ها استفاده میکنن، اینجوری از قسمت دهن ماهی برد تو، بعد یه پیچ داد، راحت استخون ماهی رو آورد بیرون. فقط ببین لعنتی سی رو چجوری پوست کند. بهش گفتم نکنه اینا رو باز از پیج ایدملی یاد گرفت. بهم گفت آره بابا صداشو در نیار، نمیخوام بدونن از کجا یاد گرفتم. دیگه مهربونیش گل کرده بود، خواست برامون کیک هم درست کنه. فقط تو رو خدا ببین با یه بطری نوشابه زرده و سفیده تخم مرغ از همدیگه راحت جدا کرد. رفت سراغ یخچال مادر شوهرم. گفت مامان جون اگر میوه ها رو اینطوری بشوری دیرتر خراب میشه. موضوع رو قشنگ شستش، با یه دستمال خشکش کرد. یه دستمال دیگه برداشت قشنگ خیسش کرد، دور ساقه موز پیچید. گوجه هاش هم برداشت دونه دونه دمش رو کند و یه دونه چسب زد روش. توت فرنگی هم ریخت داخل یه ظرف آب، بهش جوش شیرین اضافه کرد. گفت بهش 5 دقیقه زمان بده تا کاملا ضد عفونی بشه، هر چی میکروب و آفت داره از توش بیاد بیرون. با این ترفندش دیگه شاخ در آورد. گفت بابا میگه اگه روی هندونه نصف سیر بذاری روش هم بپوشونی بذاری داخل یخچال دیرتر خراب میشه. بهش گفتم بس دیگه چقدر زبون میریزی، بیا